در این صبح بر وقت با شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. امروز جمعه 5 ایون است و در این روز سعید برای شما خوبی و خوشی و تنی صحت میخوایم. اکنون رو میارم به خبرها. مقامات تاجیکستان اعلام کردند که داوم شبانه روز گذشته 98 مورد دیگری گرفتاری به بیماری کووید 19 را ثبت کردند. با اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان داوم 24 ساعت اخیر در کشور هیچ کس از کووید 19 نفهمیده است. وزارت تندرستی شام 4 ایون با نشر اطلاعیه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 202 نفر پس از شفا یافتن به خانه‌هایشان رخصت شدند. همکنون 1418 نفر دیگر زیر مراقبت طبیبان قرار داشتند. این وزارت شماره عمومی گرفتاران با کرونا ویروس را در کشور 4289 نفر اعلام کرده است که تاکنون 56% آنها شفا یافتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگوید از زمان اعتراف بیماری 48 نفر از کرونا ویروس نو جان باختند. اما متخصصان و بسیاری ها میگن مقیاس بیماری و مرگ و میر از کووید 19 در تاجیکستان زیاد است و مقامات حقیقت را درباره بیماری پنهان می‌دارند. در همین حال متخصصان سوی تندرستی بر آن نظرند که در تاجیکستان دوره اوج صورتیابی ساکنان به بیماری کووید 19 پسی سر شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در چند روز اخیر قسمی از مؤسسه‌های تندرستی که مدت معین در آنها بیماران گرفتاری کرونا ویروس طبابت می‌گرفتند به فعالیت مقرریشان برگشتند. سفارت روسیه در تاجیکستان از شهروندانش قاطعانه خواسته است تا برقرار نشدن پروازهای مستقیم بین تاجیکستان و روسیه از خریدن بلیط ها در فروش گذاشته شده خودداری نمایند. سفارت خاطر نشان نموده است که حالا فقط پروازهای مخصوص یا چارتری برای آوردن شهروندان راه اندازی می شوند و این فهرست پروازهای ویژه از جانب مقامات دخلدار تا سنه 12 ایون موافقه شده است. به هواپیما آن شهروندان روسیه را داده می شوند که از قبل در سامانه گوس اسلوگ خود را نامنویس کرده باشند. به قول سفارت شهروندان در مسئله پروازها باید تنها به معلومات رسمی که طریق وزارت امور خارجه تاجیکستان و سفارت در مسکو ارائه می شود تکیه نمایند. همین گونه دیروز آژانسی اویاسیون گراجدانی تاجیکستان از شهروندان خواست فعلا از خریدن بلیط از روسیه به سمت تاجیکستان خودداری نمایند چون زمان پورا برداشته شدن محدودیت‌های وابسته به بیماری کووید 19 دقیق نیست و پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه برقرار نگردیده است. اظهارات اخیر مقامات در پی آن صدا داد که چند از شرکت‌های هواپیمای روسی مشتریان خود را درباره فروش بلیط‌ها به سمت تاجیکستان آگاه کردند. خبرگزاری آزیا پلوس به نقل از مسئولان شرکت یوتر نوشت که برای پرواز به دوشنبه بلیط می‌فروشند. در سامانه شرکت نوشته شده است پروازها به طرف دوشنبه از 30 ایون آغاز می‌یابد. همین طور شرکت اورالسکی آویالینی به مشتریان بلیط‌ها را به سمت تاجیکستان بعد از 13 ایول پیشنهاد کرده است. هرچند نمایندگان شرکت در دوشنبه از آغاز پروازها اظهار بیخبری نمودند. 2 ماه پیش از انتخابات پرزیدنتی بلاروس رئیس جمهوری این کشور الکساندر لوکاشنکو سابق رئیس اداره نظارت صنعت مدافعوی این کشور را به مقام سروزیر پیشبری کرد. رومان گولچنیکوف 46 ساله در گذشته وظیفه‌های دیپلماتی را هم اجرا کرده است. سروزیر پیشتر سرگئی روماسکی طی 2 سال این مقام را بر دوش داشت چند روز پیش به استعفا فرستاده شد. کارشناسان میگویند تعیین منصبدار با تجربه کاری در ساحه مدافع گواهی آن است که لوکاشنکو 65 ساله آماده است قدرتش را در حال ضرورت با مشت آهنین حمایت نماید. انتخابات پرزیدنتی بلاروس 9 آگوست دایر می شود. انتظار می رود لوکاشنکو بار ششم در آوازدهی اشتراک نماید. ضمناً الکساندر لوکاشنکو روز 4 ایون در جلسه بخشیده به تعیین حکومت نو در کشورش گفت بلاروس یگانه کشور شوروی سابق است که شاهد خونریزی نشد. وی برای تقویت سخنهایش درگیری‌های اوکراین و آشوب اندیجان و جنگ سالهای 90 تاجیکستان را نمونه آورد. به قول خدمات مطبوعات پرزیدنت بلاروس لوکاشنکو گفته است یکی از دستاوردهای مهم کشورش صلح و ثبات است، اما همزمان گله کرد که بعضی‌ها این را فراموش میکنند.
وی گفته است بعضی از مردم می‌اندیشند اوکراینی که ویران کردند و در آنجا جنگ می‌رود و قلمروش را خرد کردند از ما دور است. مولدوایی که به پریدنیستروی و قسمت غربی تقسیم کردند از ما دورتر قرار دارد. فراموش کردند که چگونه در لیتوا در زمان گورباچوف برای حفظ استقلال و حاکمیت جنگیدند. آنها فراموش کردند که قفقاز تا هنوز می‌سوزد. ارمنی‌ها با آذربایجانی‌ها می‌جنگند و به سوزش رسیدن نمی‌توانند. نهایت کسی نمی‌داند که رفیق من رحمان با پولیمیوت به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه وارد شد تا ترتیبات را برقرار کند. چقدر آدم در آنجا کشته شد، آنها چگونه با ریشداران جنگیدند. فراموش کردند که پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف آشوب اندیجان را پخش کرد و هزارها کس را تیرباران نمود. همه او را محاکمه کردند، اما وقتی درگذشت به زانو زده گریه کردند. ما این مرحله ها را نگذشتیم و برای همین بعضی این را فهمیدن نمیخواهند، ولی ما خاطر نشان میکنیم، گفت لوکاشنکو. پرزیدنت آمریکا گفت افسر پیشین نیروهای بحری کشورش مایکل وایت که در ایران بازداشت و زندانی شده بود آن کشور را ترک کرد و به زودی به دیدار نزدیکانش میرسد. دونالد ترامپ روز 4 ایون در توییتر نوشت وایت در هواپیمای شویتزاری است. مایکل وایت را سال 2018 در ایران با اتهام توهین بر رهبر جمهوری اسلامی و نشر عکس خصوصی به 10 سال زندان محکوم کردند. وایت در پی گسترش بیماری کرونا ویروس نو به سفارت شویتزاری در ایران انتقال یافته بود. عبدور کننده دولتی در دایره پرونده قانونشکنی ها هنگام بازسازی استخوان‌های شهر بیشکک و ساختمان ایپادروم در شهر چولپون اوتای قرقیزستان برای سروزیر پیشین این کشور سفر اسحاقوف 20 سال زندان طلب کرد. دادستان همچنین خواست اسحاقوف 247 میلیون سوم جریمه شود. از دادرس خواسته شد که سردار پیشین شعبه دستگاه پرزیدنت قرقیزستان میر خوریبویف تنها جریمه سپارد. با آگاهی دادستان کل قرقیزستان در نتیجه قانونشکنی ها هنگام بازسازی استخوان‌های بیشکک دولت به مبلغ نزدیک 102 میلیون سوم ضرر دیده است. این پرونده با قانونشکنی‌ها در بنیاد ایپادروم یکجا کرده شده است. در دایره پرونده‌های مذکور زیر 6 نفر عیب اعلام شده است. دادگاه نویه سوردلوی بیشکک ماه دکبر سال 2019 اسحاقوف را در دایره پرونده بازسازی مرکزی گرمیدی بیشکک 15 سال زندانی کرده بود. دو جوان که می‌خواستند روز گرم را در ساحل دریا سپری کنند، یکی در دریای وخش و دیگری در کانال کلونی حصار غرق شدند. در این باره کمیته حالت‌های فوق‌العاده خبر می‌دهد. کمیته می‌گوید 2 روز می‌شود نجات‌دهندگان در ولایت ختلون جسدی در آب غرق شده یک ساکن 23 ساله دهه پختکاری نوعی کوشانیان را می‌جویند. دانیار عزیزов هنگام آبازی در دریای وخش از بی‌احتیاطی غرق شده است. همچنین بعد از ظهر 3 مای ساکن 18 ساله دهه میرزاچولی نوعی رودکی هنگام آبازی در کانال کلونی حصار غرق شد. جسد را تقریباً 70 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا نمودند. با توجه به این کمیته حالت‌های فوق‌العاده از شهروندان خواسته است که از آبازی در دریاها و جای‌های برای آن پیش بینی نشده قطعاً خودداری ورزند. این کمیته میگوید سال گذشته در حدود کشور در نتیجه رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری در آبها 141 نفر غرق شدند. از این شمار 11 نفرشان بچه‌های تا 4 ساله بودند. همچنین با تلاش کارمندان کمیته 51 نفر را از غرقشوی نجات دادند. گروهی از کارمندان کارخانه تالکو کمیکالی نویه یوون از پرداخت نشدن معاش 5 ماهه خود اظهار نگرانی دارند. این کارخانه مربوط شرکت آلومینی توجیک تالکو بوده. یک مسئول آن گفت نگرفتن معاش کارمندان به وضع مالی کارخانه مربوط است. همصحبتان رادیو آزادی گفتند به رئیس نویه و مقامات دادستانی یوون مراجعه نمودند تا در پرداخت معاششان رسیدگی شود، اما چنین تلاش‌هایشان نتیجه نداد. سعدی جباروف یک مسئول کارخانه به رادیو آزادی گفت سبب نپرداختن معاش کارمندان این وضع مالی نچندان خوبی کارخانه است. کارخانه تالکو کمیکال یوون در بخش استحصال محصولات فتورید آلومینی، کریولیت، کسلت سولفات فعالیت می‌برد که چنین نوع محصولات برای احتیاجات شرکت آلومینی توجیک استفاده می‌شود. و شرکت روسی ریتا رومانی که با استحصال لباس‌های کودکان مشغول است دوزنده ها را از تاجیکستان به کار دائمی در روسیه دعوت می‌کند. در این باره رهبر شرکت به نمایندگی خدمات موجود در روسیه درخواست رسمی فرستاده است. ابراهیم احمدov کاتب مطبوعاتی نمایندگی میگوید به دوزنده های تاجیک از 25,000 تا 40,000 روبل وعده کردند همچون معاش. جای‌های خالی کاری برای دوزنده های صاحب تجربه که در دوختن لباسواری تریکاتا
استاج ملکه دارند آماده گشته است میگوید ابراهیم احمدов. قبلا به وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه کارخانه خشتی کار از شهر چریپان و ولایت نوسیبیرسک نیز مراجعت نموده شهروندان تاجیکستان را به کار دعوت کرده است. ابراهیم احمدов میگوید که 2 ایون به نمایندگی از رهبریت کارخانه برای حمالان در انبارهای شهرهای مسکو و کرالیوف درخواستی دخلدار وارد گردیده است. و بینندگان عزیز اکنون از قرب اسعار خارجی برای شما اطلاع میدیم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 27 درم است. 1 یورو 11 سومانی و 55 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 148 سومانی تعیین گردیده است که نسبت روز گذشته 1 سومانی و 20 درم کمتر می باشد. بینندگان عزیز این چند خبری بود که من در این صبح برای شما گفتم و سپاس میگم که در این روز جمعه ما را همراه بودید و برایتان روز خوب و برور تمنا داریم و بعد 3 ساعت دیگر باز با خبرهای تازه فراموش نکنید در خدمت شما قرار خواهم گرفت. تا آن دم خود را احتیاط کنید. خدا نگهدارتان.